شامی 3 اکتبر ҳамсари як марди чечен که به سویقست به جانی президенти روسیه ولادیمیر پوتین متهم شده است در نزدیکی‌های شهر کیف به قتل رسید. وزارت امور داخلی اوکراین میگوید که در این حمله شوهر این زن نیز جراحت برداشت. در مکانی که جنایتکاران ناشناس حمله کرده ماشینی را با 2 شهروند مورد آتش قرار دادند، گروه تفتیشاتی کار را آغاز کرد. یکی از مسافران ماشین کشته شد، دیگری در شفاخانه است. خدمات وزارت امور داخلی اوکراین در شبکه فیسبوک نوشتند که هنگام عبور کوچه ماشین امینا اوکویوا و آدم اسماєв را افراد نامعلوم از کمینگاه هدف آتش قرار دادند. او از سرش تیر خورد. من کوشش کردم که ماشین را از جای حمله هر چیز دورتر برم. بعد محرک ماشین متوقف شد، زیرا تیر به محرک هم اصابت کرده بود. من کمک اولیه رساندم، ولی جراحت جدی بود. فکر میکنید کاری روسیه است؟ بله، اینجا رابطه با سویقسد به جان وکیل مردمی مسیچوک به نظر می رسد. در اینجا گروهی تروریستی فعال است. کشتاری اوکویوا چند روز پس از قتل وکیل مردمی ایهور موسایچوک به وقوع پیوست. 26 اکتبر بر اثر بمبگذاری همراه با رهبر حزب رادیکال اوکراین موسایچوک یک راهگذر نیز هلاک شد و 3 تن دیگر زخم برداشت. اوکویوا یک مدت در ستاد موسایچوک به حیث مشاور ایفای وظیفه کرده بود. اوکویوا و اسماєв ماه ایون نیز مورد سویقسد قرار گرفته بودند. اوکویوا در جنگ‌های شرق اوکراین در بتالیون به نام پرزیدنت پیشین چچنستان جوهر دودایف اشتراک کرد و از دست فرمانده اوکراینی تپانچه جایزه گرفت. او مسئول حمله ماه ایون را با همین تپانچه مجروح کرده بود.